اینه هی مردم، اینه قور یکمه، اینه قور مادرمه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزتمند، انسانانی که ما را تماشا دارین این حال، الله سبحانه و تعالی نیابانتان باشه. یعنی ما قصد گرفتیم و نیت کردیم که به خاطر یک برادر ما را علی شیر، خوری علی شیر، الله گناهاش عفو و مغفرت کنه و وارد جنتش بگردانه. یعنی قصد گرفتیم و تصمیم گرفتیم که به خاطر الله و برای اون برادر یک حج عمره بکنیم. یعنی به برادرمون الهام دین، یعنی حج عمره اومدگیم تو اینکه ایتن اون برادر حج عمره کنیم، خدا گناهاش عفو و مغفرت کنه. پدرش با همراه ما سویاز برآمد که در حق بچه‌مون دعا کنین. از اشکمو پدر بگیم ما غمگین شدیم و گفتم که میرم خاص به خاطر الله روز بالای کفر آمدگیم با مو بفرگی و نگاه نکرده آمدم میخواستم به خاطر الله، نه به خاطر ریا، نه به خاطر دیگه. تو اینکه من صورت میرم میمونم، این بدبختانی که ممتر به خاطر پول شده یک کس میکشین، فرزند یک کس یتیم میکنین، نمسا یک کس یتیم میکنین، کودکای او یتیم میمونه، زنی و بیوزن میمونه. الله شرم کنین، روز از روزهای با بالای شما را میآیند. چی گناهی کردین هم چیز انتظار باش، تدینو کما تدان. چی گناهی کردین هم چیز انتظار باش. با هم خاطر الله شرم کنین، این بدبختی را نسبت جوانی مسلمان نکنین. برادر ما قاری علی شیره، در حقش دعا کنین. از ما شما هیچ لایک کامنت هیچ دعوت نمیکنیم، فقط دست به دعا کنین پروردگار گناهاش عفو و مغفرت کنه. عین حال ببینید که الحمدلله چه خوشبختیه که رحمت الله عین حال بارون باریده است. شاید که در کامera نیونه که بارون باریده است. الحمدلله نیمچه دعا میکنیم که پروردگار بارون حالی هم خوشتر و بهتر بباره. و اون برادر ما را فردا ان شاء الله در جنت با همراه ما همیشه یک جای باشیم ان شاء الله. و این برادری که ما را تماشا میکنه از الله طلب میکنیم که روز قیامت شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیبمون بگردانه و جنت الفردوس یک جا باشیم ان شاء الله. در حق برادرمون باز میگم علی شیر دعا کنین ان شاء الله که ما میریم طواف میکنیم، شروع میکنیم، الله گناهاش عفو و مغفرت بگردانه و این فرزندهای یتیمی را خداوند رزق روزی حلال نصیب بگردانه و پروردگار برای بابیشان یعنی اکی بهرام رزق روزی را زیاد نصیب بگردانه تا اینکه نواسه چاکاشن یکنن. بچه‌ها را ببینید چه خیلی دختر چه قدی بچه سبحان الله همینا چی گناه داشتن که اونها یتیم ماندن. ای کسانی که تماشا دارین، کسانی که همین گناه کار کردگین و کار میکنه، ای الله بترسین. یگان کس نسبت فرزندای شما همین گناه رفتار کنه چه خیلی تصور میکنین و همین را چه خیلی قبول میکنین. چون حاجی ندیدن شناختن الحمدلله. خلاص که از رحمت خدا ناامید نمیشیم. لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت خدا ناامید، خدا همه گناه را عفو میکنه. ما شروع میکنیم ان شاء الله با طواف کردن در حق برادرم چون گفته بودیم. الله نیابانتان باشه، با دعا باشین. السلام علیکم. السلام علیکم. بازم الحمدلله ششم کروگ رفته سیم دعا گویم که پروردگار برادرمون علی شیر خداوند گناهاش عفو و مغفرت کنه. انا لله و انا الیه راجعون. دعا گفته میریم و ان شاء الله حرکت میکنیم در حق برادرانی که دنیا گذشتگین و که مادران دنیا گذشتگین در حقشان حج عمره میکنیم باذن الله. خداوند برای خاندانشان صبر جمیل عطا بفرماید. السلام علیکم. حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. الله مع الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اغفر أحيانا وارحم موتانا. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. الحمد لله توافق با انجام رساندیم. در مقام ابراهیم نماز خواندیم. آز میریم ان شاء الله و آب زمزم میخوریم و بعدا ان شاء الله صفا و مروه میکنیم. در حق برادرمون ان شاء الله دعا را فراموش مکنیم. السلام علیکم. بیا بسم الله. های بسم الله او نداره، بسم الله ایشم نداره.
بسم الله ایش اینجا میگیریم. این حاجیانی تشنه لب خوش آمدید آب زمزم بخرینه با حضور سیر کنیم. آمدنش لبکیت قجه نویگی جرنیگه لای قوا کردیان. این حضرت آب برکیسته. Abu, ini sudah, ini nih. بسم الله آب زمزم گرفتی رو بسته قبله میکنی. بسم الله الحمد لله. یه بطرب ریزم بخواه اپرات ریزور در حق اپرات رو من دعا کنید خداوند زنی صالحه را نصیبش بگردانه. Amin. آمین. Jom. در حقی برادر اکی خدم با خوردنی بدم ای خیره. در حقی اکی الهام دین دعا کنید خداوند بچه‌ش شفای کامل و عاجل عطا کنه که فرزند گفتی که پا ناخونش در کنه تمام عضو بدن تا در میگیرن. ام خاطر دعا کنید خداوند تیسر شفای کامل و عاجل عطا کنه ان شاء الله. دعای مؤمن برای مؤمن اجابت ان شاء الله. بکشش. الحمدلله چهارم کروگ رفته سیم در صفا و مروه. پروردگار برادر ما را باز هم میگم عفو و مغفرت بگردانه گناهاشو. دعاگو باشین. یعنی کسی که آمدین میتوانین در حق انسانانی که از دنیا گذشتگی در حق اونها حج عمره بکنین، حج فرضی بکنین ان شاء الله. یعنی برادرمون الهام دین اتنی که کسی Aytani jak mamay gzashtagon bibimam. اتنی با غرمیگیش بگیریم اگر اتنی اویش که است. Aytani avi qadari. اوی پدری ماشاءالله. آن واسه تربیت خوب کنین که بعد از مرگتون ده حقتون حج عمره کنن حج فرضی. ان الصفا والمروه من شعائر الله. بکشش. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح يطوف بهما شاكر عليم. بكشش بس من هنا ايش اسمك؟ علي. ما شاء الله. كم عمرك؟ كم عمرك؟ 7. من اين؟ من؟ جزائر. جازان. ايوه من هنا شويه. يمني. جزائر. اي جازان مش سعودي. سعودي. عمرك 7 صح؟ من هنا شويه بس. ايوه انت خذ كده سوي. الله يعطيك العافيه. اعطيني. الحمد لله بخیر تمام کردیم. حاجی محترم تماشابینان عزتمند موی سر گودک تراشی چند قطون است. 7 ساله گودک ماشاءالله اوجا قفای روزگار و بندگی های ببینین ماشاءالله. الله عمر دراز عمر با برکتش بده و خدمت پدر مادر میکنه ماشاءالله. خدا نیابان تا باشه برادر عزیز. اینک به خاطر برادرمون قاری علی شیر یعنی انجام رساندیم حج عمره را از تنشان. در امان الله باشین. فی امان الله. السلام علیکم. برای عمره یعنی به رقم ها روی اکران میتونید که مراجعت کنین. برای بلیط خری هم به رقم ها روی اکران میتونید که مراجعت کنین. برادران در خدمت هستم. السلام علیکم.